زن بودن واقعا سخته. واقعا؟ آره. تو خانوادت برات مهمن؟ خب آره. چجوری ثابت میکنی که برات مهمن؟ خب دوستشون دارم. همین؟ مگه طور دیگه هم میشه دوست داشت؟ آره، من خانواده برام مهمن. مجبورم تا بوق سگ کار کنم تا خانوادم به رفاه برسن. مرد بودن واقعا سخته. خود تو با یه مردی که با حقوق 5 میلیون تومان تو رستوران کار میکنه ازدواج میکنی؟ نه. خب قطعا نمی کنی. ولی یه مرد با زنی که اصلا حقوقم نداره ازدواج میکنه، برای خوشبختیش هم کلی تلاش میکنه. خب وظیفه مردا همینه. چرا وقتی پول میشه وظیفه مرداست باید انجام بدن، ولی همون مرد بخواد لباسشو واسش بشوری یا ظرفای تو خونه رو بشوری ازش درخواست مشارکت میکنی، میگی مگه جفتمون توی خونه زندگی نمیکنیم؟ ببین، مرد بودن واقعا سخته. تو مسئولیت داری تمام اعضای خانوادت خوشحال نگه داری، حتی روزایی که حالت بده باید مثل سگ کار کنی تا خانوادت توی رفاه باشن. آره، من خانواده‌مو بیشتر از همه دوست دارم. اصلا بذار یه واقعیت رو بهت بگم، من اصلا خودم رو دوست ندارم. تو بگو بهش کدومه دوست داشتن این اصلا شکلیه. تو این زمین بهشت کجا